بریم به چند تا چیز نگاه کنیم، ولی از خیلی خیلی نزدیک. اینجا یک نخ رو داریم که قراره داغش کنیم. پارشو که عشق کنیم. یس. در بطری آب معدنی که پلومه میخوایم بازش کنیم. انگار یه اتفاق خیلی ترسناکه، ولی خب هر روز این کارو هممون انجام میدیم. چجوریه؟ خوشم اومد. روشن کردن فندک. گازو زد و گاز بود دیگه. آها گازه داره میاد. اینو میخواد بریزه روش. اوه اینم از نزدیکه. جرقه های زیبا الان میان و یک جشن کوچک بالای فندک. این چیه؟ ماژیکه. توک ماژیک از چقدر نزدیک گردنشو داره میزنه حاجی. الان میپاچه، یعنی چیت. خودم عاشق این یکیم. اگه میخوای ببینی چه بلایی سر این پاستیل میاد، دوتا بزن رو صفحه. اینجوری باش بازی میکنه و میریم نزدیک. ماما میا.